سلام به دوستایی که پیکاسو جدید خرید میکنن و فیلم مونتاژش رو برای اولین بار دارم میگم. اولین قسمتی که باید توجه داشته باشید دیگه این حبابداری که اینجا هست هیچ چیزی کارایی نداره، فقط برای اینکه رنگ این چوب از بین نره تو مسیر، فقط برای اینه. اولین کاری که انجام میدید شما اینه که با یک چاقو، با دست یا کاتر، با هرچی این سلفون ها رو اینجا میبرید، طوری ببرید که فقط به خود سپایه آسیبی نرسون. وقتی که اینا رو وا میکنید باید مراقب باشید که این دوتا قیدای عقب نیفته. یه نفر کمکتون کنه که این قیدا رو به عقب نیفته. یه ذره مراقب باشید اما از لحظه اول تا ببندیدش. اولین کاری که تو مونتاژ میکنید اینه که دو تا پیچ فلکه داخل این جعبه رنگ هست که با همون کاتره باید بازش کنید. این دو تا پیچ رو باز میکنید، توی این قسمت پایین میبندیدش. الان من بهتون نشون میدم. ببین این جعبه رنگ داخل این وقتی وا میکنید دو تا پیچ فلکه 7 سانتی بزرگه که با واشر روشون قرار داره. اینجوری تو این قسمت هایی که این پایین سپایه میبینید باید مونتاژش کنید. من این سپایه رو میدم بالا، یه لحظه میدم بالا که این پیچا رو ببندم. این دو تا پیچ رو کاملا محکم میکنید. اینو فقط یک بار ما برای اینکه حمل و نقلش راحت باشه این کارو کردیم که کاملا قسمت یو سپایه رو محکم کردید. میایید این دو تا پیچی که این دو طرف برای قیدا هست باز میکنید که این متحرک بشه، میاریم بالا توی این مهره که از این ور نشون بدید مهره رو از جلو. این مهره رو وا میکنید، واشرش هم در میارین، این چوب رو توی اون قسمت قرار میدید. بعد اینکه این دو تا قید تو جای خودش قرار گرفت و پیچای فلکه رو صفر کردید، شما با شل کردن اینها میتونید زاویه سپایه رو تغییر بدید. همونجوری که میبینید کاملا افقی میشه. برای بستن جای قلم میبینید یه پیچ فلکه روشه، از اینجا باز میکنید روی سوراخی که روی بدنه سپایه هست قرار میدید و این پیچو کاملا سفتش میکنه و این متحرکه. زمانی اگه دیدید جلوی دست و بالتون میگیره میتونید باز کنید تا یه کناره. دستمال کاغذی هم که این داخل بسته شده، شما زمانی که میرسه دستتون باز میکنید پیچ فلکش رو برعکس از این داخل میندازید و خود جای دستمال کاغذی میفته به بیرون به این شکل. لیوان هم این زیر متحرک، جای لیوان، جای دستمال کاغذی و جای قلم کلا با پیچا باز میشه و میتونید توی کنار بذارید. برای بالا پایین کردن با این اهرمی که اینجا میبینید میتونید بالا پایین کنید بومتون رو. این بوم رو من قرار میدم تو جای خودش. بومگیر بالا رو بالا میایم فیکس میکنیم روش و برای بالا پایین کردن بوم به این نحو عمل میکنید. این باز میشه، هر جا که خواستید یه لحظه نگه میدارید و با صفر کردن این کاملا صفر میشه. بعدش میتونید دوباره زاویه سپایه رو با دو تا پیچ که تو این کناره طرفین قرار داره تنظیم کنید. کسایی که چرخ و چوب دستی میخوان حتما باید جداگونه سفارش بدن تا براشون ارسال بشه. چرخ و چوب دستی قیمتش سوا حساب میشه. من تو این فیلم میخوام دوباره اینجا قسمتیه که میخوام مونتاژ این چوب دستی رو بهتون آموزش بدم. این که باز کردید یه پیچ بالا، یه پیچ پایینه و یه پیچ هم وسط. این پیچ وسطی رو شل کنید زاویه اینو میتونید تغییر بدید. یکی از پیچای فلکه تو این مهره که این بالا رو بومگیر بالا قرار داره بسته میشه به این نحو. یکی دیگه هم از پیچای فلکه روی این مهره که روی بومگیر پایین قرار داره بسته میشه. اینا تا یه حدی صفر میکنه که فقط وایس روی کردن این پیچ هر قسمتی از بوم که رو بخواید میتونید دستتون روش قرار بدید. اینم مونتاژ پیکاسو که از ما خواسته بودید.